ساکنان دهه قرغانچه ناحیه جبار رسولوف در شمال تاجیکستان با راه حشر از بالای سای پل ساختند که آن راه و دلهای ساکنان این دهه سرحدی را نزدیک می‌گرداند. اکنون با این پل نو از بالای سای کودکان آسان به مکتب خود می‌روند. پیشتر گذشتن از این راه یک مشکل و دردسری ساکنان این دهه مرزی بود. شما پیش وقتی که پول نبود چطور میگذشتید؟ السلام علیکم همدیگران عزیز. ما امروز دیده شدیم که در دهه ما چنین پول را ساخته به استفاده دادند. خوانندگان به مکتب آمدن خیلی مشکل بود. چطور میگذشتید از این پول نبود؟ از سو چطور میگذشتید؟ از سوی پولی چوبین ساخته گذشتند، اما این دشوار بود. سیل بسیار می آید. دهه قرغانچه ناحیه رسولوف در تخمینا 60 کیلومتری خوجند جایگیر است. در این محل هممرز با ناحیه اصفهانی قرقیزستان حدود 2500 زندگی می کنند. یک دهه قرقیزستان در نزدیکی آن واقع است. در خود دهه تاجیکان هم 6-7 عائله قرقیزها به سر میبرند. آنها شهروندی تاجیکستان را دارند. کودکانشان هم در مکتب تاجیکستان تحصیل میکنند. با کدام زبان میخونید؟ روس دل تاجیک قرقیزستان. کوپر قرلوب اوقوچلارد مکتب بارب گلشه. این پل نو ساخت آمد و رفت فرزندان مکتب خانمان و خودمان را آسان کرد. اکنون از سیل هیچ نمیترسیم. بیملال از بالای سای گذشتن نزد یکدیگر رفت و آمد میکنیم. به پلسازان رحمت میگوییم. بنیاد این پل خرد اما برای چند هزار ساکنان محلهای مرزی اطراف آن در ناحیه جبار رسولوف خیلی مهم و پر اهمیت در حالی است که ساکنان ناحیه‌های سرحدی ولایت‌های همسایه سوغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان عمدتاً از راه‌ها و منابع آبی و چراگاه‌های یگانه استفاده می‌برند. بعضاً دعواهای صاحبی به آنها باعث سر زدن نزاع و مناقشه‌ها بین ساکنان دو جانب می‌گردد. اما در ناحیه رسولوف این گونه مشکل وجود ندارد و ساکنان مرزی با هم مناسبتی خوب دارند. من این کوپرکه من این دهه قرغانچه اهالیش شرکتی کمک رسانیده شد. البته اینجا پالیکینه که من همه چیز خواهی اینجا من مکتب قرغزا هم میبیاد. پیش از این آنها با راه حشر یک مکتب نو ساختند که کودکان قرقیز هم در آن تحصیل میکنند. هرچند این برنامه ها از جانب سازمان های خیریه دستگیری مالی دیده است، اما با تشبث خودی ساکنان این محلی مرزی اجرا می شود. آنها با بنیاد این پل و مکتب شرایط خوب تحصیل برای کودکان خود را فراهم و راه آمد و رفت و مناسبت های تجارتی را با هم بهتر کردند.